ایلهام گولبکوف در این خانه گلی همراه دو برادرش زندگی میکند. او چند بار سعی کرده است تا زندگی مستقل را سازماندهی کند و از این خانه رها شود. با این امید او سال 2019 همراه برادرزاده‌اش عازم روسیه شد. با سبب بیماری همگیری کووید 19 ایلهام در روسیه 3 ماه بیکار ماند. پس از آن در ساختمان کار پیدا کرد. ولی در ساختمان از آشیانه سیوم افتید و جاغش را شکست. مجبور شد با منح شکسته به تاجیکستان برگردد. ایلهام دیگر قصد سفر به روسیه را ندارد. دیگه که رفتیم آخه معیش مجبور شدیم دیگه اما روسیه هم نمیفرامون بریم. ایلهام 40 سال دارد و پدر 4 فرزند است. فرزند بزرگش در صنف 2 میخواند. خردیش 2 ساله است. حالا برای نگاهبینی فرزندان راه عربه‌کشی را پیشه کرده است. اما ایلهام نمیتواند هر روز به بازار برود. گاهی او با درد جاغ در خانه میماند. روزا درد میکنم کردم رفتم نمیتونم. بعد دندانو درد میکنم جاغم درد میکنم. مثلا خورده شدم گشنگی هم میکشم بخوری. خورده شدم نتونم خورده نتونم چرا. او همه چیزی سخت را پیش از خوردن نرم میکند. اکنون عربه‌اش را میگیرد و به بازار دهقانی کلاب روانه میشود. اگر بختش بلندی کرد آن روز کار میکند. اگر نه به منزلش به دست خالی برمیگردد. هم 40 سم 50 سم تخمینا کار میکنم. جستم. یا کلا این چیزا میشم زندگی. بودک دار 50 سم 40 سم چی هم نمیشه. ایلهام که حالا معیوب گروه سیوم است نفقه ناچیزی میگیرد. ایلهام به همه توصیه میدهد که به مهاجرت نروند. او میخواهد که مقامات تعداد کارخانه ها را در کشور افزایش دهد. من توسط خود مقصد کارگر بسیار شد آورده مقصد بسیار بخواهش شما مقصد کارخانه رسولیتون بیام در وطن خودمون به مهاجرت دیگه نروم. من خواستم تاجیک ساخت نروم. ایلهام چند بار برای جراحی جاغش کوشش کرده است. او میگوید روزی افتیدن و معیوب کردن جاغش را در روسیه فراموش نخواهد کرد. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کلاب.